درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 3 فوریه. پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون مطبوعات را قبول نکرد و آن را برای بررسی دوباره به حکومت فرستاد. در نشست وکیلان مجلس نمایندگان در روز 3 فوریه وکیلان گفتند که طرح وزارت فرهنگ نامکمل است و باید اصلاح شود. یک نکته بحث برانگیز طرح این است که به دادستان‌ها در تاجیکستان اجازه می‌دهد فعالیت هر رسانه‌ای را با هر بهانه برای 3 ماه باز دارند. حامیان آزادی سخن در تاجیکستان میگویند طرح قانون به شرکت جامعه خبرنگاری تهیه شده است و آزادی بیان را در تاجیکستان محدود می‌کند. برای فکر کردن، برای اندیشه کردن در یگان دولت دنیا جزا نیست. سازمان‌های حامی حقوق گفتند به این هم خبرنگاران در تاجیکستان از ترس تعقیب و فشار حکومت از گفتن واقعیت و کمبودی‌های مقامات خودداری می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان دستور داده است پول‌هایی که مهاجران کاری از روسیه و یا دیگر کشورها می‌فرستند با سامانی پرداخته شود. یک منبع در بانک ملی به رادیو آزادی گفت دستور روز 2 فوریه صادر شد و اگر فردی از روسیه یا جای دیگری به تاجیکستان روبل بفرستد، خویشاوندش یا هر کسی دیگر به جای روبل سامانی میگیرد. اما در صورت انتقال یورو و دلار همین ارز خارجی داده می شود. با گفته مقامات تاجیکستان هدف از این دستور بالا بردن قرب پول ملی و اجرای قانون‌هایی است که معاملات در داخل را فقط با پول ملی اجازه می‌دهند. اما آنهایی که از روسیه از خویشاوندانشان پول دریافت می‌کنند می‌گویند در صورت تبدیل روبل در بانک‌ها سامانی کمتر می‌گیرند. عین زمان در تاجیکستان 1000 روبل روسی تقریباً 100 سامانی ارزش دارد. شیرالی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در دیدار با آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه درباره مبارزه مشترک با تروریسم و اجرای وعده‌های روسیه برای کمک به ارتش تاجیکستان گفتگو کرده است. در وزارت دفاع روز 3 فوریه به رادیو آزادی گفتند گنرال روس وعده داد که روسیه به تاجیکستان برای تقویت پاسبانی مرز با افغانستان ناآرام و مجهز و مسلح کردن ارتش کمک‌هایش را ادامه می‌دهد. آناتولی آنتونوف گفته است ناامنی در افغانستان برای تاجیکستان خطر و تهدیدهای نو به وجود آورده است و مسکو کوشش دارد برای بالا بردن آمادگی جنگی سربازان تاجیک آنها را با اسلحه و مهمات دیگر جنگی تامین کند. مقامات تاجیکستان در گذشته شکایت کردند که روسیه به وعده‌هایش برای تامین ارتش کشور با اسلحه و تجهیزات وفا نکرده است. مقامات کلاب میگویند سال گذشته در این منطقه 13 کارخانه به سبب‌های گوناگون از کار ماند، ولی کوشش‌ها برای احیای فعالیت بعضی از این کارخانه‌ها ادامه دارد. عبدالرزاق خواجمقلوف مدیر شعبه اقتصاد در حکومت شهر کلاب روز 3 فوریه در نشست خبری در شهر گفت فرسوده شدن تجهیزات بعضی از کارخانه‌ها، کمبودی گاز طبیعی و نارسایی سرمایه از سبب‌های اصلی قطع شدن فعالیت از جمله کارخانه کارکردی پخته در کلاب، کارخانه‌های خیشتزی و هم کارخانه روغن کشی در منطقه شده است. عین زمان به گفته مقامات کوشش‌ها برای احیای کار در کارخانه کارکردی پنبه و کارخانه روغن کشی در کلاب ادامه دارد. در این منطقه عین زمان تقریباً 60 کارخانه صنعتی فعالیت می‌کند. در میدان مرکزی شهر دوشنبه آمادگی فوتبال بازان دسته خوجند به بازی انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 ادامه دارد. فوتبال بازان خوجندی هفته آینده روز 9 فوریه در شهر هبرون و یا الخلیل با فوتبال بازان تیم فلسطینی اهلی الخلیل بازی میکنند و در صورت پیروزی با 3 تیم دیگر از عمان، بحرین و سوریه نیرو می‌آزمایند. نومان جان یوسفوف و سرمربی خوجند به رادیو آزادی گفت فوتبال بازان دسته خوجند تمام کوشش را به خرج می‌دهند تا از خاورمیانه با پیروزی برگردند و مخلصانشان را خوشحال کنند. و مصاحبه کامل در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.